من مینا هیل هستم، اهل کشور پاکستان. باید بگم که من عاشق داستانای ترسناکم، به خصوص داستانای شما. خب من میخوام داستان واقعی خودم رو تعریف کنم. وقتی توی کشور عمان درس میخوندم این اتفاق افتاد. اون موقع خانوادم توی کشور پاکستان زندگی میکردن و من و پدرم توی کشور عمان. خونه ما انتهای یه خیابون بود و یه درخت بزرگ و قدیمی هم کنارش بود. خونه 2 طبقه بود و توی هر طبقه یه خانواده زندگی میکرد. من و بابام توی طبقه اول زندگی میکردیم. وقتی که از کالج برمیگشتم تا شب منتظر بابام میموندم. البته احساس تنهایی نمیکردم چون تو خونمون 2 تا خرگوش داشتم. یه روز وقتی که از کالج برگشتم دیدم کل خونمون به هم ریخته است. با اینکه حسابی خسته بودم ولی بازم همه جا رو تمیز کردم. تا ساعت 9 نظافت خونه بود و بعدش هم بقیه کارام انجام دادم. از قبل خسته بودم و حسابی خسته تر شدم. واسه همین رفتم توی اتاقم و تا موقعی که بابام برگرده استراحت کنم. دست راستم رو گذاشتم روی صورتم تا راحت‌تر خوابم ببره. طولی نکشید تا یهو حس کردم یه چیزی پرید روی پام. از اونجایی که من خرگوشمو توی خونه ول میکنم حس کردم که خرگوشمه. هرچند که اون سنگینی چند برابر وزن یه خرگوش بود و اول روی شکمم اومد و بعدش روی قفسه سینم. حس وحشتناکی بود. بلند شدم و اطرافو نگاه کردم ولی چیزی اونجا نبود. دوباره دراز شدم. دوباره سعی کردم بخوابم که یه وزن سنگینی روی دستم افتاد. انگار یکی پاشو گذاشته بود روشون که یهو یه احساس خفگی بهم دست داد. انگار یکی داشت منو خفه میکرد. نمیتونستم جایی رو ببینم. حتی صدامم در نمی اومد. ولی انگار یکی داشت بهم حمله میکرد. دیگه اشکام سرازیر شده بود. اشکایی پر از درد و ترس. نمیدونستم باید چی کار کنم. توی دلم دعا میخوندم که یکی بیاد منو بیدار کنه. که جواب داد. پدرم بود. داشت اسم منو توی خونه صدا میزد. که یهو درو باز کرد و منو دید که دراز کشیدم. پس چراغ روشن کرد. ولی وقتی منو دید حسابی وحشت کرد. چون چشام باز بودن و حسابی قرمز بودن و با اینکه کولر روشن بود خیس عرق بودم. و اون موقع که چراغ روشن کرد اون سنگینی از روی بدنم بلند شد. بابام بهم نزدیکتر شد و اومد روی تختم نشست و پرسید چی شده؟ من تا نیم ساعت نمیتونستم حرف بزنم. بالاخره به خودم اومدم و ماجرا رو برای بابام توضیح دادم. بهش گفتم که داشتم میمردم. بعد از اون روز اتفاقای عجیبی توی خونمون میافتاد. شیرای حموم خود به خود باز میشد. ظرفای توی آشپزخونه به در و دیوار پرت میشدن و میشکستن. خرگوشام طوری رفتار میکردن که انگار یکی داره باهاشون ور میره و اذیتشون میکنه. وسایلام گم میشدن و جاهای عجیبی پیدا میشدن. یه روز خرگوشام هیچی نخوردن و حسابی مریض شدن. خرگوشای من مردن و من حسابی تنها شدم. بعد از کلی اصرار و التماس به پدرم بالاخره راضی شد که اون خونه رو ترک کنیم. تا الان دیگه هیچ وقت اون اتفاقات رو تجربه نکردم. ولی به جرئت میتونم بگم که توی زندگیم انقدر نترسیده بودم.